أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله المولانا العظيم. به اجازه رئیس بادرایت نهاد جوانان مسلمان استاد حمزه مؤمن حکیمی، مسئول اجرایی اجتماع ارکان سال جاری استاد انجینیر صاحب عبدالواحد همت، اعضای محترم رهبری، اعضای محترم شورای مرکزی، قائدین بادرایت و مهربان تمام ادارات ولایتی نجم و همه عزیزان و ارکانی که در اینجا تشریف آوردین، بسیار زیاد خوش آمدین و صفا آوردین. برادران نهایت عزیز و گرامی، ارکان مخلص با هدف مسئولیت پذیر و با ایمان، حضور همه شما عزیزان از سراسر افغانستان، از سمت شمال کشور، سمت قطر زمین، جوانان نیرومند و زحمتکش، از سمت غرب کشور، جوانانی که در سرزمین مهد علم و دانش و ثقافت زندگی میکنند، جوانانی که در سمت جنوب کشور ما هستند، جوانان با همت، جوانان سمت مشرقی ما، جوانان مجاهد صفت و از تمام نقاط افغانستان. نجم کابل که جزء از خانواده بزرگ نجم افغانستان هست، حضور میمون و مبارک و سبز همه شما عزیزان خیر مقدم عرض می‌نماید و امیدوار هستیم که با اخلاص برادرها و همچنان نیت‌های پاک ما و شما که در اینجا گرد هم جمع شدیم زیر یک صف از اقوام مختلف و از جاهای مختلف، از رنگ‌های مختلف، با یک هدف واحدی که تطبیق شعار لا اله الا الله محمد رسول الله است و اقامه دین خدا در روی زمین هست، تربیه و تنظیم نسل جوان در کشور هست. همه شما را خوش آمدید میگم و امیدوار هستیم که پروردگار متعال این اجتماع را از ما قبول بکنه. برادران عزیز، به گفته فضیل ابن عیاض رحمه الله چیزی با اشاره میکند و میفرماید که شروط قبولی اعمال یا ملاک قبولی اعمال نزد پروردگار دو چیز است. چه وقت ما میفهمیم که اعمال ما شما نزد الله متعال قبول میشه؟ دو معیار وجود داره. هر دو معیار وجود داشت اعمال ما قبول میشه، اگر این دو معیار وجود نداشت اعمال ما قبول نمیشه. معیار اولی است عزیزان که کار ما شما مطابق با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و شریعت اسلام باشه و دومی که اخلاص و للهیت در وجود داشته باشه. اگر کار ما مطابق سنت باشه خو اخلاص در وجود نداشته باشه، یا برعکس، اگر در یک کار ما شما اخلاص وجود داشته باشه خو او کار ما مطابق سنت نباشه قبول نمیشه. و بدون شک اجتماع ارکان کنگره یا مجمع عمومی نجم که برگزار میشه، برادران از جاهای مختلف با مصرف خود وقت اشتراک میکنن و از آن خطر به جان قبول میکنن. معلوم دار است که در این اخلاص و للهیت وجود داره. و ملاک دوم که او همانا مطابقت با شریعت اسلام است، واضح است که هدف کل ما و شما اقامه دین پروردگار، تربیه و تنظیم نسل جوان در کشور هست. نجوم کابل افتخار داره و بسیار زیاد خوشحال هست که میزبان تمام ارکان افغانستان امسال هم مثل سال قبلی و تعداد از سالهای ابتدایی که نجم تأسیس شده بود او را الحمدلله داره. ما امیدوار هستیم برادران عزیز که ارکان کابل بتانه میزبانی همه شما عزیزان به شکل درست از و انجام بده و ما ایرم امیدوار هستیم که برادران ما اگر کدام مشکل را میبینه، انسان ضعیف از تقصیرات انسانی وجود می داشته باشه، به این اساس حتما او را با دوستا و عزیزان شریک بسازه با اداره اجتماع ارکان. در اخیر یک بار دیگه حضور همه شما عزیزان خیر مقدم عرض میکنم و امیدوار هستم که زحمتکشی برادران، تجمع برادران در کنگره نجم و مجمع عمومی باعث سعادت، خیر، فلاح و رستگاری در کشور شود و نیرو و قوت بیشتر برای ما شما به کار دعوتی بده. کامگار موفق باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.